سلام. امروز میخوایم طرز دوخت یه در لبه‌دار خوشگل برای این باکس 50 سانتیمون داشته باشیم. قاعده این کارمون 35 سانته، پس ما نیاز داریم که اول یک صفحه 35 سانتی بدوزیم تا بتونیم شروع کنیم براش لبه بذاریم و در کارمون رو کامل کنیم. قبل از شروع کار خوشحال میشم اگه ما رو سابسکرایب کنید، به دوستانتون معرفی کنید و اگه در حین کار مشکلی براتون پیش اومد یا به مسئله برخوردید خوشحال میشیم که برامون کامنت بذارید تا در صورت امکان اگه میتونستیم راهنماییتون کنیم. ممنون میشم. پس میریم که یه دونه صفحه به قطر 35 سانت بدوزیم. برای دوخت در سبد لاندری اول نیاز داریم که قسمت سریع کارمون رو نازک کنیم. غلاف روی قیتونمون رو میکشیم، 1 سانت از لبه نازک شده رو نگه میداریم و مابقیش رو قیچی میکنیم. کارمون رو به صورت گرد حلزونی میکنیم. اگه بخواید میتونید با سنجاق گرد کارتون رو فیکس کنید و شروع کنید به دوختن، اما اگه احساس میکنید که مهارت کامل رو برای دوختن کار دارید میتونید کارتون رو به همین شکل زیر چرخ خیاطی ببرید و شروع کنید به دوختن. درجه دوخت زیگزاگ رو روی 2.5 درجه و بزرگی زیگزاگ رو روی 7. یک دایره به قطر دهانه باکسمون میدوزیم. من یه بند از قیتون‌های اضافه و تیکه‌ای که برام مونده بود درست کردم. طرز درست کردن این بند رو توی آموزش‌های قبلی دادم. میخوام این بند به عنوان دستگیری باشه که روی در باکسم میذارم که بتونم در رو راحت بردارم و بذارم. وقتی که صفحه درم به حدود 16 تا 17، حالا بسته به اینکه میخواید چقدر باشه عرض این دستگیرتون رسید، این بند رو جا میذارم. به چه شکل؟ از پشت کار قسمت وسط کار رو پیدا میکنم و این بند رو بین کار میذارم. همینطور که میبینید قسمت وسط کار رو پیدا میکنم، قطر دایره رو، و این بند رو توی قطر دایره‌ای که هست میگذارم. این سمت پشت قرار در من باشه، پس بند باید رو قسمت پشت باشه. بند رو از لای 2 تا 2 رد میکنم. به سمت مقابل دوخت رسیدم. میتونم بند رو با همین حالت کشیده و کیپ داخل دوخت ببرم که در این صورت این پشت یه بند سفت داشته باشم، یا نه میتونم این بندم رو یکم شلتر کنم که اینجا یه بند بلندتری داشته باشم. حالا این دیگه بسته به سلیقه و نظر خودتونه که میخواید بندی که این پشت میذارید چه اندازه‌ای باشه، ولی چون این حالت ارتجاعی داره من ترجیح میدم که همین حالت صاف و بدون هیچ اضافه فضای اضافه‌ای بندم رو رد کنم. پس اینو میکشم. فقط حواستون باشه خیلی نکشید که در قوس ورداره کج بشه. اینو همینطور راحت به این قسمت میارم و میرسم. برای محکمتر شدن کار دوباره بند رو یه دوخت دیگه روش میزنم.
خیالم راحت باشه این بند با بلند کردن دسته در باکس کنده نمیشه. این الان شد بند ما برای بلند کردن در سبد لندریمون. اضافهش رو میتونیم قیچی کنیم. دوختمون رو تا اندازه‌ای که دهنه باکسمون هست ادامه میدیم. خب من این صفحه رو به قطر 35 سانت دوختم. دسترم که همینطور که دیدید کار گذاشتیم. این در الان روی باکس که میذارم کاملا لبالب باکسمه، ولی چون قرار این دور بزنه و روی کار من بیاد، پس باید یک رج بیشتر از این چیزی که دوختم بدوزم که اون یک رج باعث بشه که در کار من چرخ بخوره و بیاد روی سبد لندریمو بپوشونه. الان بخوام اگه از همین جا لبه رو کج کنم برای لندریم تنگ میشه، پس من یک رج دیگه این در رو میدوزم و بعد از یک رج شروع میکنم به دیواره دادن به لبه درم. الان من یک رج اضافه‌مو دوختم و حالا شروع میکنم به اینکه کارمو دیواره بدم. به همون شکلی که کفه سبدای لندریمونو میدوزیم و دیواره میدیم، این قسمت هم دقیقا به همون شکل، یعنی صفحه گردمونو کاملا به موازات دیواره چرخ خیاطی میایم و با کششی که به نخ دوممون میدیم باعث میشیم که دیواره کارمون شروع کنه به جمع شدن. کشش رو میدیم و کار رو جمع میدیم. حواستون باشه که نختون تاب نداشته باشه، نچرخیده باشه و این چرخش و تاب رو حتما ازش بگیرید موقع دوختن که کارتون زیباتر بشه. یک لبه جمع کردیم، کنارش رو صاف میکنم. روی سبد لندریم تست میکنم. الان کامل، الان ببینید کار رو خم کردم کامل روی لب و لب باکس من هست
ولی یکم گشادی داره. برای اینکه این گشادی رو بگیرم رج بعد همون کشش زیادو که برای خم کردن داده بودم بهش میدم تا این لبه تنگتر بشه و در من فیکس سبد لنجیم بشه. رج دومم با همون کشش زیاد ادامه میدیم. رج رو با کشش زیاد دوختم. دوباره تست میکنم روی در باکسم. خب رج دومم دوختم، یکم فیکس تر شد. رج سوم هم با همون کشش ادامه میدم تا دیگه خیالم راحت باشه که این در کامل و محکم روی سبد من میشینه. البته من رج آخر رو میخوام یه لایه زرد بدم، پس این رجم یه رج سفید میدوزم با همون کشش و رج آخر رو با یه رنگ زرد تمامش میکنم. خب اینم در نهایت شد دری که ما برای سبد لنجیمون میخواستیم بدوزیم. امیدوارم که از این آموزش لذت برده باشید و براتون مفید بوده باشه.